سلام دوستان، شایره حکیمی هستم. شما را به چینل خودتان دیواین انرژی هیلینگ و شایره خوش آمدید میگویم و جهان سپاس از تک تک شما عزیزان، از کامنت های زیبایتان، از لایک و شیرتان، از اینکه چینل خودتان را سابسکرایب میکنین. جهان سپاس. و کسانی که تا حالا نکردن چینل را سابسکرایب، لطفاً برین و چینلتان را سابسکرایب کنین و مرا انرژی مثبت بدین که زیادتر با موضوعات زیبای دیگر در خدمت شما حاضر شوم. ممنون. یک جهان. دوستان گرامی، تا حال شده وارد جای شوی و بدون اینکه کسی چیزی بگوید یک حس خاصی را تجربه کنی یا یک احساس خاص داشته باشی؟ احساس آرامش کنی یا احساس سنگینی؟ و او احساس را که در او ساعت پیدا میکنی، او یک حس نیست، او یک انرژی است. چون که دوستا اطراف همه ما شما یک نور نامرئی و قدرتمند وجود داره که او را به نام حاله یا در انگلیسی او را آرا میگن. نوری که میدرخشه اما به چشم دیده نمیشه و به دست هم لمس نمیشه، اما همه چیز در زندگی های ما تحت تاثیر قرار میده. بله دوستان، این نور حاله ماست. بعضی وقت ما یک انسان رو میبینیم یا یک آدم رو میبینیم، اما بعضی وقت او را حس میکنیم، مثل این که چیزی فراتر از جسمشان با ما حرف میزنه و او چیز و جز حاله چیز دیگری نیست. خب دوستان، از اینای همه شما این سوال فعلا پیدا شده که حاله چیست یا what is aura. اگر به زبان ساده براتان بگویم، حاله آرا همون انرژی است که دور بدن ما را گرفته، انرژی که حال خوب و بد ما را نشان میده. حالا یا آرا یک میدان انرژی نامرئی است که به چشم ما با ثانی دیده نمیشه و اطراف بدن ما وجود داره و این میدان الکترومغناطیسی معمولاً بین 15 تا 50 سانتی متر از بدن ما فاصله داره. دوستان عزیز، تحقیقات نشان داده که احساسات ما مثل خوشی، ترس، قهر، خشم، افکار ما، وضعیت روحی ما بالای حاله های ما تاثیر بسیار زیادی دارد. و همین وضعیت روحی ما، مثلا وضعیت عاطفی ما و جسمی ما، در رنگش در حاله ما منعکس می شود که او را به صورت لایه های رنگی توصیف کردن. مثلا رنگ آبی یعنی آرامش، رنگ سرخ مثلا خشم و قهر، رنگ سبز شفا بخشی. و این نشان میده که حاله مثل بازتاب درونی ما در بیرون بدن ما است. و حاله تنها یک لایه ساده نیست، بلکه از چندین لایه به خصوص که هر کدام آن با یکی از مراکز اصلی یا مراکز انرژی وجود ما در ارتباط هستند. دوستان عزیز، اولین لایه که اتریک نامیده میشه بزرگترین لایه است که به بدن ما مربوط است، یعنی به سلامت فیزیکی ما مربوط است. و دوم لایه عاطفی یا ایموشنال است که این بازتاب دهنده احساسات و مود هر لحظه‌ای ما است. و سوم لایه ذهنی یا منتال است که با افکار و ایده ها و فرایند عقلی ما در ارتباط است. و دوستان، لایه چهارمی لایه معنوی است، یعنی اسپریچوال، که این لایه ها با ارتباطات روحی و شهودی ما سر کار دارند. دوستان عزیز، فعلا در جهان وسایل ساخته شده که اینا میتونن که آله را ببینن و اونا رنگ‌های آله را به این شکل توصیف میکنن.
وقتی رنگ آلای ما سرخ باشه یعنی که ما پر انرژی هستیم، فعال هستیم و بعض اوقات نشان میده که ما خشمگین هستیم و این قدرت فیزیکی بالای ما را نشان میده. و اگر دوستان رنگ آلای ما آبی باشه یعنی آرامش، صلح، توانایی، ارتباط قوی، صداقت و پاکی را نشان میده. و اگر زرد می باشه خلاقیت، خوشبینی، هوش و نشاط نشان میده. و اگر سبز می باشه یعنی شفا، عاشق طبیعت آدم می باشه. وقتی که عاشق طبیعت می باشی رنگ آرنج سبز میشه و تعادل را در وجود انسان نشان میده. و به این رقم رنگ بنفش معنویت بالا و شهود قوی و آگاهی ما را نشان میده. و اگر رنگ حالا سیاه می باشه این خستگی